سلام درود عزیزان دل، انشالله که هر جای دنیا هستین خوب و صحتمند باشین. دوستا میخوایم براتون آموزش بدیم این ویدیو که چه قسم توکن های مینفای تنه به صرافی انتقال بدین. حالا ببینین که ربات مینفای بر من توکن های میفرستاده در ولت اوکیکس که حالا میخوایم اینا رو به صرافی میکسی انتقال بدیم. دوستا بالای همین مینفای کلیک میکنیم. اینجا این بالا از ما آدرسی میخواد که صرافی هر صرافی باشه مشکل نداره، در همون صرافی همون آدرسش از ما میخواد که بفرستیم برش. حالا میریم ما صرافی، حالا ما به صرافی میکسی میخوایم بفرستم توکن خدا. حالا میریم صرافی میکسی رو باز میکنیم. خب دوستا حالا صرافی میکسی رو باز کردیم و حالا بالای گزینه ولت اینجا کلیک میکنیم. حالا دوستا بالای این گزینه دپوزیت کلیک میکنیم. دوستا گزینه سرچ اینجا مینفای سرچ میکنیم. مینفای بالا آمد، حالا بالایش اینجا کلیک میکنیم. بعدا دوستا ببینین که اینجا آدرس همین آدرس ماست، اینو کپی میکنیم. دوستا این آدرس رو کپی میکنیم و دوستا اینجا متوجه باشین که شبکه سوی است، شبکه ما شبکه سوی است انتخاب شده. دوستا اینجا کلیک میکنیم که آدرس ما کپی شود و میریم اونجا پیست میکنیم صرافی اوکیکس. حالا همون آدرسی که از صرافی گرفتیم کپی شد، اینجا پیست میکنیم. ببینین حالا بالای گزینه کنفرم اینجا دوستا کلیک میکنیم. اینجا از ما میخواد که چقدر توکن مینفای تنه میخواین به صرافی انتقال بدین. حالا که من تمامش میخوایم انتقال بدم، بالای مکس اینجا کلیک میکنم و تمامش انتخاب شد. بالای نکست حالا کلیک میکنم. خب ببینین دوستا اینجا از شما میخواد که مطمئن شید که آدرستان درست است. بالای گزینه کنفرم اینجا کلیک میکنیم تا ببینین که در حال سند است دیگه، انجام از کنفرمینگ است و توکن های ما به صرافی انتقال میکنه. دوستا این بود ویدیو آموزشی انتقال توکن مینفای از ولت اوکیکس به صرافی. ویدیو رو حتما لایک کنین. موفق کامگار باشین.